چه حس و حال خوبی داره واقعا تفریح با دوستا، کنار دوستا، در فضای باز سرزمین خود. یک حس و حال عجیبی است واقعا. چه بدبخت این کسایی که به هر حال اوقات خودشون رو در اتاق تنگ و تاریک میگذرانن. زندگی خیلی کوتاه است، بعد از هر لحظهش لذت بر. و یکی از لذت هایی که بی نهایت بامزه و شیرینه است، همین سیر و تفریح در فضای امن و آرام و باز میهن است. بسی خوشایند است، بسی دلپذیر است. من الان اینقدر احساس خوب دارم که نمیتونم واقعا به زبان بیارم. گاهی همون گونه که نمیشه احساس های بد رو بر زبان آورد، احساس های خوبم بر زبان آوردنشون سخت است. فقط فعلا من یک تیکه از احساس شدم که خودم رو غرق در آب و هوای پاک و فضای نزدیک به غروب سرزمین خودم میبینم. پیشنهادم برای مکتب و استادان بزرگوارم همیست که هر روز از این فضا باید استفاده بشه. بعد از فضای آلوده شهر، از فضای اختناق آور کمی فاصله گرفت و از طبیعت خدایی، از طبیعت زیبای الهی لذت برد. این طبیعتی است که روح آدم رو زنده میکنه، روان آدم تراوت میبخشه. شما میبینین چقدر فضای پاک است، چقدر اصلا هیچ آلودگی درش وجود نداره، برخلاف شهر که الان از اینجا فضاش معلومه است کاملا غبار آلود و خفه کننده است. پیشنهادم همین است. بسیار تشکر، سپاسگزارم. ما فعلا میریم که سوار موتور شیم و طرف اتاق حرکت بکنیم. خداحافظ.